گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصر علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 45. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخی قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. صفاریان 873 903. اکادمیک بابا جان غفورov نقش بزرگ صفاریان را در رشد فرهنگ محلی پیش از همه تاجیکی خیلی برجسته نامیده است. در سالهای 60 عصر نو خلیفه های عباسی قدرت سابق خود را از دست دادند. در بسیار منطقه و ولایت های کناری خلافت شورش و عصیان ها سر زدند. خودی خلیفه ها به بازیچه دستی سپاهیان و درباریان تبدیل یافته دیگر توانی خاموش کردن آشوب ها را نداشتند. خصوصا در این ایام سیستان به مرکز عصیان های گروه های گوناگون اجتماعی تبدیل شده بود. حالت ناگوار مردم، زیاده روی های حاکمان در ستانیدن اندازها و ظلم و استبداد منتظم از سبب های اساسی آشوب های مردم در این سرزمین بودند. در چنین حال خارجیان از ناراضگی مردم خوب استفاده کرده تکیهگاه خود را در این سرزمین قوی تر می کردند. هر وقت که مسئولان خلافت برای جمع آوری انداز می آمدند، فرصتی بود برای به مبارزه خیزانیدن اهالی. در همین دور سرسلسله صفاریان لیث به میسگری مشغول بود و با زبان عربی این شغل را صفار می نامند. او 4 پسر داشت که در زمان نابسامانی های میانه عصر نو همگی به رزم و سپاه مشغول بودند. از میان پسران او طاهر و علی در خدمت دیگر سرکرده های حربی آن روز و یعقوب و عمرو به عیاری یا به تعبیر دیگر به ستانیدن دارایی های ثروتمندان و تقسیم نمودن آن میان بی بیزاعتان مشغول بودند. خلیفه بغداد برای فرو نشاندن آشوب خارجیان در خراسان و سیستان صالح ابن نصر را فرستاد. او با شکست دادن خارجیان و سامان بخشیدن افزای منطقه در چشم حکومتداران و میان مردم محبوبیت پیدا کرد. یعقوب در این مدت قسمی از دسته های غازیان را به خود مایل کرده بعد اشغال بوست و زرنج بنابر اختلاف عیاران سیستانی در نبرد ضد صالح برادرش طاهر را از دست داد. سال 858 فوج دسته های اختیاری مردمی بودند که با مقصد دفع فتنه خوارج و خاتمه دادن بیدادگری حاکمان محلی تشکیل یافته بودند. در مبارزه داخلی یعقوب غالب آمده سال 861 حاکمی سیستان گردید. تا سال 868 کابل
سین، مکران، هرات، پوشنگ، کرمان، شیراز و فارس به قلمرو ملک‌های یعقوب همراه کرده شدند. سال 871 خلیفه معتمد سالهای 870 892 یعقوب را والی سیستان، کابل و تخارستان تعیین نمود. خلیفه عباسی از گسترش سرزمین‌های زیر اطاعت یعقوب لیث در خراسان خوشنود نبود، ولی چاره نداشت. سال 873 باشد یعقوب لیث به قوه حربی طاهریان شکست داده مرکز خراسان نیشاپور را ضبط کرد و آخرین دودمان طاهریان محمد ابن طاهر و اهل خانواده‌اش را زندانی نموده به حکومت طاهریان خاتمه گذاشت. همین طور سال 874 خلیفه اداره کنی تمام خاک خراسان را به اختیار یعقوب واگذار نمود. یعقوب تا آخر حیات خود همچون یک نفر مرد جنگی ساده و شکسته نفس باقی ماند. لباس عادی ریسمانی می پوشید، به پلاس و قالین اهمیت نداده به زمین می نشست و در وقت استراحت سرش را به جای بالشت بر روی سپر خود گذاشته می خوابید. در عین حال وی با مرام جنبش های خلقی آسیای میانه یگان نزدیکی نداشت. در بین لشکریان او انتظام سخت حکم فرما بود. خود او نمونه دلاوری حیرت انگیز را نشان داده از سربازان و سرداران نیز این را با قطعیت طلب میکرد. یکی از قسم‌های اساسی لشکر او را سربازانی فدایی تشکیل می‌کردند که گاه آنها را با آهنگ قراحت‌آمیز عیار هم به معنی قلاب و راهزن می‌گفتند. موفقیت‌های یعقوب ابن لیث احوال وزنین مهنتکشان را که او با یاردم آنها به این درجه رسیده بود ذره تغییر نداد. یعقوب غالباً به زمیندارانی خرد و میانه فیادالی تکیه می نمود. او در ولایت‌های ضبط کرده خود ترتیب و قاعده موجوده را با همان حالت پیشتر باقی گذاشت. حتی مقدار مالیات را که بر دوش برزگران باری گرانی بود کم نکرد. یعقوب سال 876 به بغداد لشکر کشید، ولی تا آنجا نرسیده 100 کیلومتر دورتر در موضع دارالاکل از طرف قوه حربی خلیفه به شکست سخت دچار گردید. محمد ابن طاهر بعد این نبرد از اسارت آزاد شده والی خراسان و اطراف آن گردید. یعقوب تا زمان فوتش سال 879 حاکمیت خود را تنها در بعضی ملک‌های جنوب ایران حفظ کرد. لشکریان او برادرش عمرو ابن لیث را به تخت نشاندند. عمرو ابن لیث سالهای 879 900 در برابر اشغال کردن جای برادر خود فوراً به خلیفه مراجعت نموده اطاعت خود را به مرکز خلافت اظهار کرد. این بود که از طرف خلیفه منصب قایم مقام خراسان و اداره کردن یک مقدار ولایت‌های شرقی ایران به او سپاریده شد. لیکن در عمل عمرو هم مثل طاهریان استقلالیت خود را از خلافت نگاه می داشت. طبق معلومات سرچشمه ها و یک شخصی در اداره کردن صاحب تدبیر و دانا و لشکرکشی توانا بود. سفاریان وقتی خود را بیشتر به لشکرکشی و تنظیم امور سپاه صرف کرده واقعاً برای تشکیل سازمان‌های مرکزی دربار فرصت نداشتند. در امور کشورداری سفاریان بیشتر به خاندان‌های اصیل ایرانی تبار تکیه می‌کردند. در زمان سفاریان چند دیوان رسائل عرض فعالیت داشت. در زمان عمرو برای تنظیم نظام پرداخت انداز بعضی چاره‌ها اندیشیده شدند. در این دوره مردم موافق درآمد خود انداز می سپاریدند. خزینه دولت از حساب انداز زمین درآمد ملک‌های سفاریان غنی می گردید. تأسیس دولت سامانیان.
مسئله تأسیس دولت سامانیان را در زمینه سرچشمه‌های زیاد و پژوهش‌های علمی توصیف نموده، مؤلف تاجیکان بررسی را از سرسلسله آل سامان آغاز می‌نماید. سامان سرسلسله خاندان سامانیان اصل از بلخ و بر روایت از سمرقند یا ترمیز و یا فرغانه بوده. نسب آنها به بهرام چوبین و از او به سلاله سپهسالاران مشهور اشکانی مهرانیان میرسد. بنا به اخبار سرچشمه‌های خطی، سامان بعدی پذیرفتن اسلام به نزد اسد ابن عبدالله که از سال 727 تا سال 737 با فاصله در خراسان فرماندار خلیفه بود می رود و به او پیمان دوستی بسته مقام خاصه پیدا می کند و به احترام او پسر نوزاد خود را اسد نام می نهد. اسد 4 پسر داشت: نوح، احمد، یحیی و الیاس. سال 806 حاکم سمرقند رافع ابن لیث بر ضد فرماندار خراسان علی ابن عیسی عصیان برداشت که این شورش اکثر شهرهای مرکزی ماوراءالنهر را فرا گرفت. حاکم خراسان مأمون پسر خلیفه عباسی هارون الرشید لشکری را با فرماندهی هرثمه ابن اعین بر ضد رافع ابن لیث می‌فرستد که در شمار سپهسالارانش اسد ابن سامان نیز بود. بعد از این سامانیان به کارهای اداری خلافت در ولایت‌های ماوراءالنهر و خراسان جلب شده. در زمان خلافت مأمون سالهای 813 833 پسران اسد نوح در سمرقند، احمد در فرغانه، یحیی در چاچو اسروشنه و الیاس در هرات حاکم تعیین گردیدند. در این دوره نوح چون پسری کلان اسد و سرسلسله خاندان سامانی نفوذ بیشتر داشت و برادرانش در حل مسائل ولایتداری با او مشورت می‌کردند. اکادمیک باباجان غفورов بعد تحقیقی سیکه های آن زمان به چنین خلاصه می رسد که در ابتدا پسران اسد خود را نه همچون حاکمان علاهیده بلکه عضو یک خاندان حسابیده نوح را سرور خود می دانستند. به این سبب سیکه های نخستین میسی سامانیان به نام نوح زده شدند. بنابراین می نویسد باباجان غفورов چنین خلاصه باوری بخش است که نبیره های سامان از قدم های اول در سر فکر وحدت خاندان را پروریده آن را یکی از شرط های تأسیسی سلاله مقتدر می دانستند. بعد وفات نوح سال 842 حکومت سمرقند به اختیار احمد ابن اسد سالهای 842 865 گذشت که این سردار سلسله سامانیان مردی با تدبیر بود. او در زمان زندگیش حکومت سمرقند را به پسرش نصر سپارید و بعد از وفات احمد در سال 864 نصر چون سرسلسله سامانیان پذیرفته شد. در دوره حکومت نصر ابن احمد سالهای 865 875 وضع سیاسی بخارا بر اثر رقابت صفاریان و سامانیان و نزاع‌های داخلی مرکب شد. نصر اسماعیل را سال 874 حاکم بخارا تعیین کرد. 9 ایون سال 874 در خطبه بخارا به جای نام یعقوب ابن لیث اسم نصر ابن احمد خوانده می شود. در این دوره اسماعیل خراج سالانه بخارا را 500,000 درهم برای برطرف کردن مشکلات داخلی و تشکیل سپاه خرج کرده آن را به سمرقند به نصر نفرستاد. از این سبب در بین برادران اختلاف به وجود آمد. نصر در اتحاد با برادران دیگرش ابوالاشعث حاکم فرغانه و ابو یوسف یعقوب حاکم چاچ 12 دکبر سال 885 بر ضد اسماعیل لشکر کشید. در ابتدا اسماعیل
از نبرد ضد برادرانش حذر کرده به سمت فاراب حرکت کرد. سپس اسماعیل اتفاقچی خود رفیع ابن هرثمه را به یاری دعوت کرده با مقصد از بخارا دور کردن نصر به سمت سمرقند لشکر کشید. نصر در تواویس به سپاه اسماعیل و رفیع مانع شده آنها را اجباراً طریق بیابان به سوی سمرقند راه پیش گرفتند. در این سفر اکثر سپاهیان رفیع با سبب کم بودن آذوقه تلف شدند. ادامه مبارزه برای اسماعیل مشکل گردید. سال 886 با تلاش رفیع برادران نصر و اسماعیل در کرمینه با هم عهدنامه صلح بستند. موافق عهدنامه مذکور اسماعیل از منصب امیر بخارا برکنار شده برادرش اسحاق ابن احمد جایگزین او گردید. اسماعیل مسئول عامل خراج بخارا گردید ولی در خرج پول دیوان اختیار نداشت. نام اسماعیل از خطبه خارج شد. موافق معلومات مخزهای تاریخی بعد عهدنامه صلح اسحاق به نام امیر بخارا بود، لیکن همه وکالت‌های حکومت در اختیار اسماعیل قرار داشتند. اسماعیل در ادامه نیز از پرداخت خراج بخارا سرکشی کرده به ظهور اختلاف خانوادگی سامانیان زمینه گذاشت. نصر به کفیل صلح رفیع مراجعت نموده جهت اجرایش عهدنامه یاری خواست. رفیع در این باب به اسماعیل نامه نوشت اما در حل قضیه کامیاب نشد. نصر از حل آسایشته قضیه ناامید شده بار دوم به مقابل اسماعیل لشکر کشید. در نبرد اسماعیل بر لشکر نصر غالب آمده به خاطر احترام حقوق برادر کلانی خود حکومت سامانیان را به اختیار او واگذار کرد. بعد از فوت نصر سال 892 تاج و تخت مملکت به اختیار اسماعیل گذشته مرکز دولت سامانیان از سمرقند به بخارا کوچانیده شد. سال 893 خلیفه معتضید سالهای 892 902 منشور حکومت ماوراءالنهر را به نام اسماعیل نوشت. همزمان اسماعیل به مقابل قرلقها لشکر کشیده شهر تیراز را اشغال کرد. در نتیجه این لشکرکشی استخراج کانهای شیلجی به اختیار سامانیان گذشته تاخت و تاز ترکان موقتاً به ماوراءالنهر قطع گردید. در آخر سال 893 اسماعیل به استروشنه هجوم کرده بعد سرنگون نمودن سیر ابن عبدالله به حکومت افشینها خاتمه گذاشت. اسماعیل در دوره مبارزه های سیاسی طاهریان و صفاریان به طور مستقیم و غیر مستقیم به کارهای داخلی خراسان دخالت میکرد. سال 885 با سپاهی 4000 خود به یاری رفیع ابن هرثمه شتافته در اتحاد مرو را از اطاعت حاکم دست نشانده صفاریان آزاد کردند. بعد کشته شدن رفیع از دست عمرو ابن لیث 28 سال 897 مناسبت سامانیان و صفاریان برای تسلط بر خراسان و خوارزم شدت یافت. سال 898 خلیفه به طور رسمی منشور حکومت ماوراءالنهر را به عمرو ابن لیث داده طبق مکتوب مخفی دیگر اسماعیل را به مبارزه ضد صفاریان تحریک نمود. خلیفه با این کار عمرو را به مقابل اسماعیل برانگیزانیده میخواست با این واسطه هر دو را ضعیف ساخته نقش خلافت را در این سرزمین ها پرزور گرداند. عمرو بعد دریافت منشور به ضد اسماعیل لشکر کشید. اسماعیل در آخر سال 898 طریق گذرگاه زم از امودریا عبور کرده سپاه عمرو را شکست داد. 19 مارس سال 900
اسماعیل در نبرد دوم با سپاه صفاریان غالب آمد و امر به دست او اسیر افتاد. 11 ایون سال 901 خلیفه منشور ولایت خراسان را به اسماعیل فرستاد. اسماعیل سالهای 902 906 چند بار تاخت و تاز ترک ها را به ماوراء نهر برطرف و مردم را از مشکلات تعمیر دیوار بخارا رها کرده اعلان داشت که تا وقتی که زنده‌ام باره بخارا منم. اسماعیل سامانی از مبارزه عامه خلق برای استقلالیت استفاده برده نخستین بار پس از استیلای عرب سرزمینی در نتیجه زد و خوردهای داخلی پریشان گردیده را به هم متحد نمود و دولتی بزرگ مستقل به وجود آورد. وی در برابر برهم دادن حکومت صفاریان حاکمیت خود را نه تنها در ماوراء نهر و خراسان مستحکم کرد، بلکه به یک قطار ولایت‌های شرقی و شمالی ایران صاحب گردیده استقلالیت حقیقی دولت تشکیل کرده خود را نسبت به خلافت عرب تأمین نمود. در عهد اسماعیل حدود جغرافیایی تاریخی دولت سامانیان گسترش یافته. مرزش در شمال تا وادی دریای طلس، در جنوب تا سیستان، در شرق تا مرزهای شرق ترکستان و سیند و در غرب تا منطقه های مرکزی ایران طول می کشید. تلاش های اسماعیل برای تأمین امنیت داخلی و خارجی مملکت نتیجه مثبت دادند و او با تشکیل دستگاهی اداری متشکل و سپاه دائمی پایه‌های دولتداری سامانیان را استوار کرد. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 45. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.